23 روز بعد از اینکه تونستم مغزمو هک کنم، دیگه صبح این آلارم لعنتی گوشیمو قطع نکردم و تونستم تو زندگیم دیسیپلین داشته باشم. تنها کاری که کردم این بود که 3 تا هسته اصلی مثلث هدف رو فعال کردم. تو این ویدیو بهت میگم این 3 تا هسته چیان و چطوری میتونی ازشون استفاده کنی که 4 روز دیگه این اتفاقا رو تو زندگی خودت ببینی. کل دیسیپلین یه الگوه. اگر میخوای تو زندگی دیسیپلین داشته باشی، باید طبق این رفتار کنی. حالا این الگو چیه؟ هسته اول درد. میدونم سخته که اینو بهت بگم، ولی همه چیزایی که تو زندگیمون ارزشمنده، مثل بدن خوب، خونه خوب، ماشین خوب، اینا هیچ کدوم آسون به دست نمیاد. اما خب ارزششو داره. اگر از درد فرار کنی، انگار از پیشرفت فرار کردی. بیا هم دیگه رو راست باشیم. درد و سختی به هر حال اتفاق میفته، اما خب بیا خودمون دردمون رو انتخاب کنیم. میخوام یه تکنیک بهت بگم که دردو برات آسون‌تر کنم. فکر کنی مغزمونه که به 3 تا قسمت تقسیم میشه. اولیش رئیس جمهوره که بخش تکامل یافته مغز و کارش هم برنامه‌ریزی بلند مدته. یعنی چی؟ برای مثال تو تصمیم میگیری من میخوام 5 سال دیگه فلان کارو بکنم، یا اینکه مثلا فکر کن همین الان یه غریبه میاد بهت میگه که شکلات میخوای و اگه تو اون لحظه بتونی بگی نه، این کار رئیس جمهوره. چون نگفتن تو همچین موقعیتی کار سختیه برامون. دومیش معاون رئیس جمهوره که مسئول شکلگیری عادت هاست. اگر هر روز به یه کاری انجام بدی، دقیقاً میفته دست این، مثل پیاده روی کردن، مثل رانندگی کردن، پیدا کردن مسیر خونه. و سومیش وزارت دفاع، مسئول واکنش‌های فوری مثل اضطراب، استرس. کارش چیه؟ کنترل احساسات. یعنی چی؟ هر بار یه اتفاق دور و برت میفته، مغزت میگه صبر کن، آیا باید به این توجه کنم؟ اینجاست که وزارت دفاع میاد وسط. حالا خود یه لحظه فکر کن، تو هر روز با این رئیس جمهور تصمیم میگیری بری باشگاه، همون لحظه وزارت دفاع فعال میشه، میگه ولش کن، بس بریم توی یوتیوب یه فیلمی ببینیم. اما وقتی یه تایمی هر روز این کارو انجام بدی، دیگه از رئیس جمهور میاد دست معاون رئیس جمهور رو، اینجا دیگه وزارت دفاع هم هیچ دخالتی نمیکنه، چون تبدیل به عادت شده. حالا چجوری کارهای سخت و خیلی راحت و آسون تبدیل به عادتش کنی؟ با این روشی که بهت میگم: قلاب، لبه قلاب، شادی. فقط رفیق، این مسئله ریاضت‌ها یکم مفصله. اگر دوست داشتین بیشتر راجبش بدونین، تو کامنت‌ها برام بنویسین تا یه ویدیو مفصل و جامع براش بسازم. بذارین مثال کوچولو از صبح بیدار شدن بزنم. من اینجا یه قلاب براش درست می‌کنم. قلابش میشه آب خوردن. خب همینجوری آدم که پانی میشه آب بخوره، یه لبه قلاب باید براش بذاریم. لبه قلاب چیه؟ کنار زدن پتو. شادی چیه؟ یه خودم اونجوری همین یه ماچ میکنم، میگم بابا دمت گرم. من یه پی دی اف کامل از این قلابا و لبه قلابا براتون آماده کردم که میتونین از طریق لینک تلگرامی که داخل دیسکریپشن گذاشتم دانلودش کنین. اما خب نکته اینجاست که فقط درد کافی نیست. اگر فقط داری درد میکشی بدون اینکه بدونی چرا، این دیسیپلین نیست، این عذاب کشیدنه. اکثر آدما با اینکه تمام این نکات رعایت میکنن، اما خب بعد از چند روز بیخیال میشن. نه به خاطر سختی‌ها، فقط به خاطر اینکه دلیلی برای انجام دادن اون کار نداشتن. اینجاست که بخش دوم مثلث میاد وسط: هدف. باید یه مسیر مشخص داشته باشی. باید هدفت از خودت بزرگتر باشه. هدفایی که از روی خودخواهی میذاریم، اینا خیلی زود به میرن. اما اهدافی که دلیل واقعی داره موندگاره. هرچی دلیل اون بزرگتر باشه، راهمون هم آسان‌تر میشه. چون اگه ندونی چرا داری این کارو میکنی، به محض اینکه دردت بگیره تسلیم میشی. راهش خیلی ساده است. فقط کافیه به این چند تا سوال جواب بدی. چرا میخوام این کارو انجام بدم؟ با انجام دادنش چه لذت‌هایی میبرم؟ با انجام ندادنش چه بلاهایی سرم میاد و چقدر عقب میافتم؟ و آخریش هم برای رسیدن به هدف چه کارهایی باید انجام بدم. بعدش دردت رو وصل کن به یه ارزش. حالا ارزش هر چیزی میتونه باشه: خانواده، پارتنر، رفیق. من الان خودم یه هدف مشترک با شما دارم، اینکه با 10 نفر از کسایی که عضو چنل تلگرام مثلث هدف میشن قدم به قدم کنارشون باشم و به صورت رایگان راهنماییشون کنم تا به اون دیسیپلینی که میخوان برسن. از طریق دیسکریپشن میتونید وارد کانال مثلث هدف بشید و کسایی که بتونن تا انتها همراه باشن و موفق بشن یه فون از طرف من میگیرن. داشتم میگفتم اگر دلیلی برای هدفات نداشته باشی و فقط برای خودت باشه، از همین الان بدون که باختی، چون خیلی راحت‌تر خودتون رو امید کنی تا کسی که دوستش داری. ولی چیزی که واقعا تغییرت میده اتفاقی که بعد از انجام دادن میفته. اینجاست که بخش آخر مثلث هدف میاد وسط: اثبات. یه جورایی اگر همه اینایی که گفتم انجام بدی ولی براش مدرک و شواهد نداشته باشی، به هیچ دردی نمیخوره. دیدی یه سری‌ها میگن من میخوام میلیاردر بشم یا میخوام بدن خوبی داشته باشم. خب ثابت کن امروز چیکار کردی براش؟ هفته گذشته چیکار کردی؟ مدرکشو نشون بده. مثلا وقتی برمیگردم عقب و دفتر برنامه‌ریزی چند سال پیشمو نگاه میکنم، میبینم چیزایی که برام یه روزی آرزو بوده الان همشونو به دست آوردم. و این دقیقاً یه مدرکه که هر وقت اونو میبینم اعتماد به نفس میگیرم و باعث میشه چالش‌های بعدی رو پرقدرت‌تر انجام بدم. وقتی واقعا بدونی از پسش برمیای، این چالش‌های بعدی خیلی آسان‌تر میشه. دلیلش هم اینه که اعتماد به نفس پایه نگه داشتن تعهداته. تعهدایی که خودمون به خودمون میدیم، همونایی که تو ذهنمون و
مدام تو خلوت داریم مرورشون میکنیم. ولی یادت باشه که از قولای کوچولو شروع کنی. من خودم فقط از این برنامه‌ریزی ساده روزانه شروع کردم. راستش مهم نبود که همه‌شو انجام دادم یا نه، مهم این بود که انجامش دادم. و مهمترین بخش داستان اینه که بذار عملت بلندتر از نقشات حرف بزنه. اگر هر ستاشو انجام بدی، درد، هدف و مدرک، دیسیپلین اونقدر هم سنگین حس نمیشه. ولی مشکل اینجاست که 1/3 مردم نمیدونن چطور یه برنامه‌ریزی ساده و مستمر داشته باشن. برای اینکه بتونی یه برنامه‌ریزی مستمر داشته باشی، این ویدیو رو ببین.